سلام دوستان، به کانال من خوش اومدید. من آرمینا هستم. قراره که اینجا کلی کتاب بهتون معرفی بکنم و یه مقدمه از هر کتابی که خودم خوندم و براتون توضیح بدم که اگر شما هم اهل مطالعه هستین حتما کانال منو سابسکرایب کنید، چون حتما نیاز پیدا می‌کنید به مقدمه این کتابی که براتون توضیح میدم. کتابی که امروز میخوام براتون توضیح بدم کتاب فرضیه خوشبختی هست از دکتر جاناتان هایت. توی این کتاب یه سوال خیلی قشنگی رو اومده جواب داده، سوالی که من خیلی درگیرش بودم، به خاطر اینکه ما توی هر جمعی که میشینیم همیشه یه سری بحثا وجود داره که دو دسته افراد وجود دارن واسه این جور بحثا. یه دسته از افراد به معنا و هدف زندگی خیلی اعتقاد دارن و میگن که هر چیزی پشتش یه احساسی هست، پشتش یک عشقی هست، پشتش یک هدف والایی هست. اما یه دسته هستن که میگن نه، هر چیزی فقط با منطق و علم رخ داده و بقیه چیزا همش حاشیه‌ایه که خودمون به وجود میاریم. توی این کتاب میخواد این موضوع رو بسط داده و در نهایت به خوشبختی ختمش کنه که اصلا خوشبختی چیه. یه مقدمه خیلی 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 جذاب که بخوام از این کتاب بهتون بگم که اگه شما قطعاً براتون جالب میشه که برید کتاب بخونید، اینه که ما توی بخش از مغزمون به اسم اوربیتو فرونتال که حالا چون بالای چشم قرار داره این بخش از مغز، چون اوربیتو به زبان لاتین میشه حدقه چشم و یه بخش از مغزمون که بالای چشم قرار داره بهش میگن که اوربیتو فرونتال. این بخش میاد کلا این منطقه از کورتکس میاد اون عواطف و احساسات ما رو در بر میگیره و کنترل میکنه. کنترل که نمیکنه، عواطف و احساسات ما تو این بخش از مغز قرار میگیره که اگر کسی دچار سانحه‌ای بشه، حالا اتفاقی براش بیفته که این بخشش آسیب ببینه، عملاً هیچ احساسی نداره. یعنی کلا یه فردیه بدون هیچ گونه احساسی، هیچ چیزی رو دوست نداره، کسی رو دوست نداره و انتخاب احساسی هم نمیتونه قطعا داشته باشه. ماها همیشه برامون سوال پیش میاد که آیا کسایی که احساس ندارن تصمیمات بهتری میگیرن چون حالا تصمیماتشون صرفاً همش منطقی و عقلانیه؟ آیا تصمیماتشون بهتره؟ خب یه چیز خیلی جالب هست که کاملا برعکس، یعنی کسی که حالا دچار حادثه‌ای بشه و بخش احساسات مغزش رو به طور کامل از دست بده، عملا هیچ تصمیمی نمیتونه بگیره. نمیدونم شما دیدید یا نه سریال ومپایرها، خوناشام، خاطرات یک خوناشام. توش خوناشام میمدن احساساتشون رو خاموش میکردن و دست خودشون بود. بعد ماها که تینیجر بودیم همیشه میگفتیم وای خوش باحال، مثلا کاش میشد ما هم احساساتمون رو خاموش کنیم و از فردا یک فرد بی احساس بشیم. در صورتی که افراد بی احساس هیچ تصمیمی نمیتونن تو زندگیشون بگیرن و هیچ هدفی براشون نداره زندگی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما اون هدفی که انتخاب میکنی چیزیه که دوست داری، چیزی که حالا یا دوست داری بهش برسی یا دوست داری به دستش بیاری و وقتی تو احساس نداشته باشی پس چیزی هم دوست نداری و هیچی رو نمیتونی انتخاب بکنی. اولا که هر چیزی، هر تصمیمی که میخوای بگیری، کسی که احساس نداره هر تصمیمی که میخواد بگیره کلی به معایب و مزایای اون تصمیم توجه میکنه که میلیون ها انتخاب سر راهش قرار داره. بعدم که چون نمیدونه چی اصلا دوست داره هیچ تصمیمی نمیتونه بگیره. مثلا شما اگر یه هدفی داشته باشی کلی راه برای رسیدن بهش وجود داره که میای حالا از بین این راه‌ها یه معایب و مزایا شما هر کدوم میسنجی و یک کدومشون رو انتخاب می‌کنی، چند تاشون رو انتخاب می‌کنی. اما فردی که احساس نداره و خیلی 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 زیادی منطقیه کلا هدفی نداره که اصلا بخواد دنبال راهی باشه برای رسیدن بهش. و این خیلی جالب بود برای من، به خاطر اینکه میگم آدما هستن، کسایی خیلی زیادن هستن، افرادی که میگن همه چیز توی این جهان بر پایه دلایل منطقیه و کلا این جهان بیسش منطقه. و خب این خیلی برای من جالب بود که اصلا همچین چیزی نیست و به خاطر اینکه شما منطقی ترین حالت بشرم که به وجود بیاد ناقصه، یعنی کلا از نظر فیزیولوژیکی بخوایم در نظر بگیریم، فردی که از همه چیزش منطقی باشه هیچ وقت مغز به درجه نمیرسه که بخواد همه چی رو منطقی نگاه کنه، چون مغز تکامل یافته مغزی که احساس داره. مغز تکامل یافته مغزی که در کنار احساس منطق هم داره، یعنی اینجوری بهتره. به خاطر اینکه شما وقتی مغز یک انسانی، یک موجودی شروع میکنه به تکامل، نمیاد یه قسمتایش رو کامل از بین ببره، نه، کاملش میکنه، تکامل پیدا میکنه. یه قسمتایی توی مغز همیشه هست، یه قسمتای دیگه بهش اضافه میشه. مثل این خونه، شما وقتی یه خونه رو بخوای، حالا کاری به اون خونه‌ای ندارم که از اولین نفر میاد میسازتش، شما وقتی یه خونه‌ای داری و میخوای درستش بکنی، نمیاد کل خونه رو خراب بکنی بسازی، که اصلا این همچین چیزی توی ذهن اتفاق نمیفته.
خلاصه امیدوارم که براتون جالب بوده باشه و اگر شما هم اهل مطالعه هستین، به خصوص به مباحث فلسفی و شناختی خیلی علاقه دارید، این کتاب خیلی قشنگیه. هم ترجمهش از خانم ساناز فرشیدفر خیلی راحت و سلیسه، هم کلا نویسنده‌شون رو من دوست داشتم، آقای جوناتان هایت، به خاطر اینکه یه کتاب دیگه هم ازشون دیدم، اون هنوز شروع نکردم، اصلا براتون معرفیشو میذارم. ولی کتابایی که راجبشون ازشون میخونم کتابایی که کلا تو همین باب روانشناختی و فلسفی هستن. امیدوارم لذت برده باشید، کمکی کرده باشم. اگر میخواین مطالعه رو شروع بکنید، نمیدونید چی بخونید، این کتاب بهتون حتی در حالت ابتدایی ترین کسی هستین که میخواین به عنوان اولین کتاب رو بخونید، من باز اینو بهتون معرفی میکنم. موفق باشید تا دیدار دیگر. خدافظ.